فیدلیتی پرستیژ رو تو تصویر میبینید. یه دوری اطرافش بزنیم. اینجا نمایشگاه شیراز هستش و این اولین نمایش از این ماشین هست که با ظاهر کاملا جدید قرار عرضه بشه. نمایش کاملا تغییر پیدا کرده نسبت به فیدلیتی پرایم، اما موتورش هم یه موتور 1.6 لیتر توربوشارژ GDI هستش، 197 هست به بخار. عیناً موتوری که به تیگو 8 ها قرار داره، با 8 پرو. بریم داخل کابینش هم ببینیم. نمای کابین از چند مدل متریال مختلف استفاده شده و دیگه مثل فیدلیتی قبلی کامل مشکی نیستش. استارت بهش بزنیم. حالت دول اسکرین رو میبینید که دو تا صفحه نمایش کنار همدیگه، یکی به عنوان مولتی مدیا و یکی به عنوان پشت آمپر قرار گرفته. آپشنایی که من میبینم رو سریع میگم خدمتتون. به شکل ماشینای مرسدس بنز اومدن تنظیمات برقی صندلی رو در گذاشتن و بغلش هم مموری رو میبینیم، سردکن صندلی و گرمکن صندلی. سیستم صوتیش مارک لوسینیه که برند مطرحی نیست، ولی احتمالاً بالاخره یه سیستم صوتیه که از حالت سیستم معمولی کیفیت بالاتری داره چون برندت هست. اینجا قسمت جذاب تنظیمات تهویه رو میبینید، ردیف اول، ردیف دوم اینجاست و توی این تب میتونیم کیفیت کابین رو، کیفیت هوای کابین رو ببینید داره میگه که بیرون کابین ریزدانه ها انقدر هستن و داخل کابین انقدر، و این حالت هم واسه هوای داخل کابین هستش. صداشو کم کنم مقداری که صدای خودم بیاد. کیفیت کابین کیفیت بالایی داره، ساخت خوبی داره. سقف پانورامیک رو میبینیم. صندلی شاگرد هم تنظیماتش برقیه و گرمکن و سردکن رو داره اما مموری نداره. اینجا دوربین 360 درجه رو میبینیم. تو تنظیماتش میتونیم دوربین ثبت وقایع هم ببینیم که زیر آینه وسط نصب شده و این آینه هم بهش میگن حالت فریملس، یعنی فریمی نداره و کامل آینه هستش. اینجا تنظیمات سیستم باز و بست سقف شیشه رو میبینیم. لور دنده که حالت الکتریکی داره، با این موس میتونیم مولتی مدیا رو تنظیم کنیم. این قسمت مود رانندگی، دوربین 360 درجه و سیستم کنترل پایداری رو میشه تنظیمش کرد.